خب، جلسه اول آموزش بازارهای مالی رو شروع میکنیم. من سعی میکنم که قطعات ویدیو کوتاه باشه که بتونم ارسال کنم، شما از اون ور بتونید دانلودش کنیم. هر جلسه رو سعی میکنم در حد 10 دقیقه، نهایتاً 15 دقیقه برگزار کنم که حجم ویدیو خیلی بالا نره. ما با روش پرایس اکشن کار میکنیم. البته روش های بیشتری هم وجود داره در دنیا که خیلی از افراد دارن با اون کار میکنن، ولی راحت ترین و دم دست ترین روش برای ما روش پرایس اکشن هست. پرایس اکشن یک روشی هست مبتنی بر سطوح، یعنی ما باید نمودار ارزها و سهم‌هایی که حالا داریم روش کار میکنیم رو بررسی کنیم و جاهایی که این نمودار به یک سری سطوح داره واکنش نشون میده رو شناسایی کنیم و بر اساس اون سطوح و رفتار نمودار رفتار بعدی نمودار رو پیش بینی کنیم. خب این لازمش اینه که یک سایتی ما داشته باشیم که در این سایت بتونیم رفتار نمودار رو در مدت زمانهای مشخصی که حالا ما بهش میگیم تایم فریم بررسی کنیم. معتبرترین سایت و راحت ترینش سایت تریدینگ ویو هست، tradingview.com، که این تریدینگ ویو توی بعضی اینترنت ها ممکنه فیلتر باشه و لازمش اینه که حتما با وی پی ان یا فیلتر شکن این سایت باز بشه. حالا اینترنتی که من اینجا دارم خوشبختانه فیلتر نیست و باز کرده برای من. وارد سایت تریدینگ ویو که میشیم، خب مثل خیلی از سایت های دیگه شما باید رجیستر کنید. رجیسترش هم به این صورته که یک آدرس ایمیل از شما میخواد و آدرس ایمیلی که شما میدید رو به عنوان یک کد شناسایی در نظر میگیره و شما هر بار که وارد این سایت میشید با همون نام کاربری شما رو میشناسه. خیلی چیز راحتی هم هست. دلیل این کار اینه که اگر احیانا شما داری تحلیلی انجام میدی روی نمودارها و یک سری سطوح رو مشخص کردی یا حالا یک سری اطلاعات رو وارد نمودار کردی، وقتی که حالا روز بعد یا حالا دفعات بعد مراجعه میکنی، اون اطلاعات شما روی نمودار باشه، اون سطوحی که مشخص کردی روی نمودار باشه. برای همین از شما یک نام کاربری درخواست میکنه که بتونه اینها رو ذخیره کنه. خب سایتش خیلی مشخصه. وارد سایت تریدینگ ویو که بشید، این قسمت حالا من وارد شدم، قبلا یه دونه نام کاربری بر خودم ایجاد کردم. نام کاربری من هست امید 380. خیلی راحته، شما فقط یه آدرس ایمیل میدی و یه پسورد و در نتیجه وارد یوزر کاربریتون میشید. البته این یوزر کاربری که ما تو تریدینگ ویو داریم یک یوزر خیلی بیسیک و پایه‌ای هست. در نتیجه یک سری اطلاعات اولیه و یک سری اطلاعات ابتدایی رو برای ما اجازه دسترسیش رو به ما میده که ما انجام بدیم، چون خب رایگان هست و اگر کسی بخواد تمام امکاناتش رو داشته باشه باید یک هزینه رو پرداخت کنه که به صورت ماهانه یا سالانه بتونه اشتراک این سایت باشه. ولی خب اون اصلا لازم نیست، ما در همین حدی که به ما اجازه میده کار ما رو راه میندازیم. حالا من فرض میکنم که وارد این سایت شدم و نام کاربری رو درست کردم. یه همچین فضایی رو اینجا نمایش میده. توی این فضا از ابتدا که شما بیای سمت راست، خب یک سری ارزها رو من خودم وارد کردم، مثلا بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، TRX، طلا، کتیزن و غیره. از ابتدا که شما میای این ستون سمت راست خالیه، به خاطر اینکه شما هنوز هیچ سهمی رو وارد نکردی دیگه. برای اینکه یه سهمی رو وارد بکنی این علامت مثبت اینجا رو باید بزنی، اسم اون سهم رو اینجا باید سرچ بکنی. مثلا من فرض کنم میخوام BNB بزنم. خب اسم یه سهمه. ببین BNB رو برای من میاره. اینا همه BNB هایی هست که میاره. حالا سوال ممکنه اینجا ایجاد بشه که چرا این همه BNB داره میاره؟ خب دلیلش اینه که این BNB هایی که اینجا داره میاره هر کدومش سمت راستش رو نگاه کنید توی یه دونه بروکره و من باید اون بروکری که خودم کار میکنم رو انتخاب کنم و اون BNB رو اضافه کنم بهش. مثلا من اگر بروکر
به فرض مثال بای بیت کار میکنم، به فرض من این BNB رو باید انتخاب کنم و علامت مثبت رو بزنم که به این لیست سمت راست من اضافه بشه. یا اگر اسم بروکر من فرق میکنه، عوض مثلا بای بیت مثلا دارم با بایننس کار میکنم، این رو باید انتخاب کنم. اگر نگاه کنی همه BNB ها ثابته، اینور نمادشون ثابته، ولی این سمت راست بسته به اون بروکری که ما داریم کار میکنیم باید انتخاب کنیم که کدوم بیاریم. خب علتش هم اینه که حجم‌های متفاوتی وارد هر بروکر میشه. ببین یه مثالی اگر بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که چند تا اتوبوس رو در نظر بگیرید که همه اینها از رشت میخوان حرکت کنن به سمت تهران برن. هر اتوبوس گنجایش مختلفی داره. هر اتوبوس تعداد مسافرهای مختلفی رو میتونه سوار کنه. مثلا یکیش میبینی 25 صندلیه، یکیش 30 صندلیه، نمیدونم یکیش 21 صندلیه، حالا مال شرکت‌های مختلف، یکی مال اسکانیاس، یکی مال فرض کن رنوه، یکی مال نمیدونم کجا. در نتیجه همه اینا هدفشون اینه که به تهران برسن، ولی مدل رفتنشون یه مقدار فرق میکنه، ابزار رفتنشون فرق میکنه. در نتیجه ما حالا بخوایم تو بازارهای مالی مثال بزنیم، باید ارزی رو انتخاب بکنیم که مربوط به همون اتوبوسه، یعنی امکانات اون اتوبوس رو داره. من نمیتونم بیام تو اتوبوس اسکانیا بشینم بعد انتظار داشته باشم مثلا اتوبوس رویال از من، مدل رویال از من پذیرایی کنه، یا بیام مثلا اتوبوس یه شرکت ایکس رو بشینم انتظار داشته باشم مثل اتوبوس ایگرگ با من رفتار کنه. من هر اتوبوسی رو انتخاب کردم باید بر اساس همون اتوبوس و ضوابط همون اتوبوس انتظار داشته باشم که ساعت شروع، ساعت حرکت، نمیدونم ساعت رسیدن به مقصد، مدل پذیرایی، توقف بین راهی، همه اینها رو بر اساس اون اتوبوسی که خودم توش نشستم باید ببرم جلو و انتظار داشته باشم از خودم. در نتیجه تو بازارهای مالی هم همینه. تو بازارهای مالی من هر صرافی که انتخاب میکنم باید انتظار داشته باشم بر اساس همون صرافی اون ارز رو انتخاب کنم از تریدینگ ویو. چرا؟ چون حجم معاملاتی که وارد اون صرافی میشه، مثلا من حالا در ادامه میگم من با کوینکس کار میکنم، حجم معاملاتی که وارد کوینکس میشه با بایننس خیلی فرق میکنه، با کوکوین خیلی فرق میکنه، با تمام این بروکرهایی که اینجا هست، حالا بعضی‌هاشون اصلا ناشناخته است، با اینا خیلی فرق میکنه. هر کدوم اینها در حقیقت یک سهم مشخصی داره. مثلا الان کوینکس که من دارم کار میکنم اینه نمادش. من اگر بخوام این BNB رو وارد کنم، BNB USDT، خب BNB رو بخوام وارد کنم، من باید حتما صرافی مربوط به کوینکس رو انتخاب بکنم. چرا؟ چون که من دارم تو صرافی کوینکس کار میکنم، دقیقا مثل همون اتوبوسی هست که من برای خودم مشخص کرده بودم و قرار بود با اون اتوبوس از رشت حرکت کنم برم به سمت تهران. ببین من باید اینجا علامت مثبت رو بزنم که وارد در واقع این واچ لیست سمت راست من بشه. خب من اگر این علامت مثبت رو بزنم یه همچین اروری به من میده. چرا؟ به خاطر اینکه میگه که شما 30 تا ارز اینجا ردیف کردی و دیگه نمیتونی 31 رو اضافه کنی. خب در چه صورت میتونی 31 رو اضافه کنی؟ در صورتی که بریم نسخه پولی تریدینگ ویو رو بخری که دیگه اون موقع نامحدوده. ولی گفتم چون ما داریم با نسخه رایگانش کار میکنیم، همین 30 تا کار ما رو راه میندازه. اگرم احیانا بخوایم مثلا اون ارز BNB رو اضافه کنیم، من باید یه دونه از این ارزها رو اینجا حذف کنم. الان اینجا اگه برم دقت کنی یه دونه علامت سطل آشغال میاد کنارش. این سطل آشغال اگه بزنم این حذف میشه، همین که موس من روشه، این حذف میشه و یه دونه جای خالی باز میشه که من اونجا بتونم اون BNB رو اضافه کنم. پس این دلیل اروری که میده اینه، چون بیشتر از 30 تا سهم من نمیتونم تو واچ لیستم بیارم در نسخه رایگان. اگر بخوام 31 رو بیارم مستلزم اینه که یکی رو اینور حذف کنم. پس الان ما متوجه شدیم ما داریم توی صرافی کوینکس کار میکنیم. حالا من خودم دارم تو صرافی کوینکس کار میکنم. پس هر ارزی رو بخوام از اینجا وارد بکنم، تو این علامت مثبت که بزنم، اسمش رو سرچ بکنم، هر ارزی، حالا من نمیدونم شاید اصلا یه ارزهایی باشه که تا حالا هیچ کس نشنیده، مثلا یه ارز همجوری برای خودمون بزنیم. من اینو خیلی همجوری برای خودم زدم، مثلا نمیدونم چی هست.
باید نگاه کنم مثلا زدم TRE، بزنم TUP که حداقل یه چیزی باشه که مشخص باشه. ببین یه ارزی رو من زدم اینجا برام آورده TUP/USDT. اینا نشون میده که همشون یه ارزن ولی توی صرافی‌های مختلف. خب حالا این خوب شد این آوردم. TUP/USDT رو که زدیم، ببین اصلا کوینکس رو توش نمیاره. این نشون میده که صرافی کوینکس از TUP/USDT اصلا پشتیبانی نمیکنه. در نتیجه من اگر تو صرافی کوینکس دارم کار میکنم، اگر بخوام رو ارز TUP خرید و فروش داشته باشم نمیتونم، باید صرافیمو عوض کنم. چرا؟ چون تو این لیستی که من زدم TUP/USDT و من همینجوری زدم و اصلا هیچ شناختی هم نداشتم. ببین 3 تا برای من آورده، 3 تا آورده تو 3 تا صرافی، یکی بیتگت، یکی مکسیه، یکی هم بیتمارت. دیگه از اینجا به بعد TUP دیگه داره عوض میشه، دیگه اون ارز مخصوص مد نظر من نیست. این اصلا نشون میده که چون تعداد صرافی‌هایی که دارن با این کار میکنن کم هستن، نشون میده که اصلا ارز قوی نیست و حجم پر نمیکنه. در نتیجه یکی از راه‌های شناختن ارزهای قوی هم اینه که توی صرافی‌های مختلف اون ارز اعتبار داشته باشه و خرید و فروش بشه. حالا من میخوام یه ارزی رو بیارم که توی کوینکس هم باشه. مثلا میزنم کتی USDT. خب ببین این یک ارزیه، سمت چپ رو نگاه کنی چند حالت کتی USDT برای من آورده، همشون هم یکسانن، ولی سمت راستش رو نگاه کنی توی صرافی های مختلفی آورده. اول تو بایننس، دومی توی OKX، بعد بای بیت، بعد کوکوین، بعد فمکس، بیتگت، اینجا کوینکسه. یعنی من اگر بخوام روی کتی USDT کار کنم باید سمت راست کوینکس رو پیدا کنم. خب چرا اینا علامت مثبت دارن ولی اینجا کنار کوینکس علامت مثبت نداره؟ به خاطر اینکه این کتی USDT رو من قبلا وارد کردم، تو واچ لیست من هست. چون تو واچ لیست من هست دیگه اینجا علامت مثبت نداره. کجاست تو واچ لیست من؟ اینجا. اینجا من این رو آوردم. در نتیجه وقتی موقع سرچ میزنم کتی، دیگه علامت مثبت کنارش وجود نداره. پس الان یاد گرفتیم تو جلسه اول که با چه سایتی کار کنیم، توش اکانت بسازیم و توی اون سایت بتونیم یک سری ارزهایی که مد نظر ما هست رو تو واچ لیستمون اضافه کنیم و اگر هم احیانا کسی خواست میتونه بره نسخه پولی این سایت رو تهیه بکنه، ولی خب لازم نیست به خاطر اینکه کار ما رو راه میندازه و مشکلی هم نداره و اینکه تو بعضی اینترنت ها ممکنه این سایت فیلتر باشه. این تا همینجا به عنوان جلسه اول باشه تا بریم برای جلسه دوم.